توی این ویدیو قصد داریم بریم به جایی که معروفه به نگین سرسبز گلستان، یعنی جنگل رامیان. پس برو که بریم. خب ما رسیدیم به دشت، ولی خیلی گرمه. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر معا. وای دوست پرور. خب ما اومدیم وایستادیم منتظریم که بقیه ماشینا بیان، چون راهو بلد نیستیم. منتظریم بیان که حرکت کنیم بریم به سمت جنگل. برو که بریم. میگم منو دوستم جا نمیشیم توی بنز و خیالی نمیگم بکشم بیرون رنج خب اینجایی که میبینید ما داشتیم به اون منطقه که میخواستیم نزدیک و نزدیکتر میشدیم و هوا هم همجوری رفته داشت تاریک و تاریکتر میشد. سلام بچه‌ها. از این به بعد قراره که این ولاگ تبدیل شه ولاگ ترسناک. چه اتفاق میگه بابا؟ خب رسیدیم به جنگل رامیان، بریم که ببینیم چه خبر و چی کارا میکنیم و بچه‌ها چی کار میکنن و خلاصه برو که بریم. اینم بگم که من اصلا نخوابیدم و همه بچه ها تو خواب 7 پادشاه بودن و من بیدار. آقا ساعت رو میبینید 5:42 صبح، با دوستان داریم میریم پیاده روی. خیلی هوا خوبه، نه سرده نه گرم، عالی خنک و اینکه داریم لذت میبریم دیگه، خیلی خوبه. این غذا خوردن میگن غذا خوردن در شرایط سخت. اصلا نوشابه هم داریم. نوشابه دادن. پرتقال زاتان دادن. غذاش خوب با ساندویچ میدادن. ما داریم برمیگردیم، تقریبا نزدیکای میدو دشتیم. خیلی خسته‌ایم. خب ما تقریبا رسیدیم به آخره مسیر و همونطور که از چهرم معلومه خیلی خسته‌ام و دوست دارم فقط بگیرم بخوابم. اگر تا اینجای ویدیو همراه هم بودین خوشحال میشم این ویدیو رو لایکش کنید و اگر چنل من سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب کنید.